کی؟ یک، حسن صدقه خور شورای گراز، اسمال بزاز میگه من سوسیال چی هم، باند لگن فروش دزد، طویله دولت در تبعید مالید، ولی این جریان اینه. اون یارو ساربونه که تمرگیده تو لندن، نوکر عربا، اون جمشید چاره‌ای و سایر اراذل اوباش، هوشنگ امیر بیشرف، این یارو بچه دانشجوه چی بود؟ دزده، از ایران آوردش مزدوره، میگه تیر بغل گوشم در رفت. عباس شرماور که دومته بین فعال شده اومده داره چرت و پرت میگه راجع به اعلیحضرت. اینقدر ببین گندش نکنه، این پخی نیست این احمق. یعنی بابا اینقدر حشیش کشیده مخش در به داغونه. معصوم قومی، معصوم قومی مدارکش امروز یه تعدادشو گوشم تو کانال. خونه رو دیدی؟ چه خونه‌ای داره تو امریکا؟ بعد تکذیبم میکنن کار جمهوری اسلامی من همچین خونه‌ای ندارم. لعنت به پدر مادر اگه جلو دوربینایی بگی. در گوش دوم میگه. حالا همشون دروغ میگن، همشون مأمورن. صادق زشکلام مأموره، حشمت الله تریاک زدی مأموره، نسرین ستوده مأموره، نرگس محمدی مأموره، آقای عبادی سیبیل کلفته قهرمان خوشبختی مأموره، معصوم قومی مأموره، محسن یارو محسن ملخ بنیانگذار اطلاعات سپاه مأموره، علی منقلی مأموره، کل تلویزیون مأمورن، لگن فروش دوز و کل طویلش مأمورن، علی ساربون خودش و رفیقاش مأمورن. من مرده همتون زنده. شرف داشته باشید بگید درود به شرفت رضا احمدی. دمت گرم که اینا رو لو دادی. جیگر میخواد جلو اینا وایسادن، تک و تنها جلوشون وایسادن، تک و تنها. میدونی چرا؟ چون من مبارزه را رضا شاه بزرگ یاد گرفتم. رضا شاه وقتی که وای میساد میگفت پدر سوخته ها حکم میکنم، اونجوری مملکت رو ساخت. رفت بالای کوه، گفتن قطار رو کشیده بودن، جاده رو کشیده بودن، اون یارو طولله نمیذاش. همین که ازش رد میشین بعد توش تا میریسی میگه لا مثلا ازش سالم رد شد، سالم رد میشین. اون دستپخت رضا شاه بزرگه، تونل کندوان. گفتن دیگه نمیشد واقعا. رفت بالای کوه با پاش با چکمه ها کوبید رو کوه. هنوز شاهداش هستن، بودن، زنده بودن. یکیش پدر رفیق ما بچه چالوس. زد رو کوه، گفت من سینه تو رو میشکافم و سینه‌شو شکاف. اینجوری باید ایران رو نجات بدید. ایران با بحث و سخنرانی و تو ماچ بکن من ماچ بکن نجات پیدا نمیکنه. اگه میخواست نجات پیدا کنه تو این 20 سال خیلی سخنوران و سخنرانان و کارشناسان و تاریخ شناسان و تاریخ نگاران و اراذل اوباش خیلی اومده بودن مزخرفاتی گفت.